اول مرغتون از بسته‌بندی خارج کنین. دنباله بارشو برش میدین. بعد خود بال. حالا مرغ برعکس می‌کنیم. این پوست اضافه رو می‌بینی؟ یه برش اینجا بده، یه برش همین کنارش. حالا پوست از روی گردنشو بکش. کتفو بیار بالا. این زیر بغل مرغ می‌بینی؟ از اینجا یه برش بزن. قوزوفشو می‌بینی؟ همین بر تا پایین. از این پایین سینه. انگشتتون رو میندازین تا بالا. دوباره انگشت شست تا بالا. بالای رونو یه انگشت بنداز، دوباره تا بالا. بالای رونو بکش پایین. این وسط انگشت رو رد کن. اینجوری بگیر دستت، بکش. پای مرغ بنداز روی انگشتات، بلند کنش، چاقو رو بذار اینجا تا پایین، یه فشار به کمر، از پشت برش بده. این رونه، یه قلن از روی این قسمت برش میدی. نوک چاقو تو این گودی مرغ برش تا پایین. این خط سفید وسط رو می‌بینی؟ یکم بیا به سمت ساق، برو پایین. دوباره خط سفید، یکم به سمت ساق، برو پایین. حالا سینه. چاقو بذار اینجا. دوباره چاقو اینجا، برو تا پایین. چاقو رو ببر بین سینه و گردن رو بگیر، بکش بالا. سینه رو این شکلی بذار. این قسمتش سفته.